أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. احکام نجاست قسمت دوم. اگر نجاست جسمدار نبود مثل شاش و غیره، لباس را آلوده ساخت، در این صورت 3 بار همان قسمت شسته شود، یعنی 1 بار شسته شده و خوب فشرده شود، بعداً شسته و خوب فشرده شده و بار سوم شسته شده و فشرده شود، پاک گردید. در فشردن توانایی خود شخص معتبر است. اگر نجاست حقیقی را به آب نشست، بلکه با مایع دیگر مثل آب، مثلا با عرق گلاب یا سرکه شست که نجاست را زائل کرده، می توانست گرچه با این مایعات هم لباس یا محل آلوده شده پاک می گردد، لکن بدون ضرورت با چنین مایعات نشوید. شستن نجاست با شیر، تیل، روغن و آنچه در خود چربی دارند جایز نیست. پاکی به وسیله مایعات متذکره نمی آید. اگر جنس را مثل تخته چوب، قالین، جاینماز چرمی و غیره که قابل فشردن نبودند و نجاست رسید، در این صورت حکم این است که 1 بار اجناس متذکره شسته شود تا قطرات آب آن قطع گردد. بار دوم شسته شده و انتظار نماید تا قطرات آب خوب قطع گردد و بار سوم نیز شسته شده. بدین ترتیب جنس مذکور پاک می گردد. اگر یک فرش بزرگ از قالین، گلم، سترنجی، موکت و غیره را نجاست رسید، در این صورت اگر در آب جاری گذاشته شد که آب آن را خوب تر کرد و آب از آن خوب عبور نمود، هم درست و پاک گردید. و همچنان اگر آب جاری نبود، می تواند آن را با آب نل و یا سطل خوب شستشو نماید، طوری که آن را 3 بار شسته و میان هر بار کمی توقف نماید که قطرات آب خوب قطع گردد. اگر قسمتی از زمین را نجاست آلوده ساخت، سپس همان قسمت با وسیله آفتاب یا آتش یا هوا طوری خشک شد که اثری از نجاست در آن معلوم نمی گردید، در این صورت نماز خواندن بر آن جایز است، اما تیمم بر آن جایز نیست. اگر خشت با سمت و چونه طوری با زمین فرش شده بود که با آسانی جدا شدن آن مشکل بود، در این صورت چنین خشت حکم فرش زمین را دارد. اما اگر خشت جدا و یا با وسیله سمت و چونه بر زمین فرش نشده بود یا فرش شده بود اما به شکل امانت گذاشته شده بود، در این صورت چنین خشت را نجاست رسید، شستن قسمت ظاهری آن ضروری است، یعنی تنها به خشک شدن پاک نمی گردد، یعنی 3 بار شسته شود و میان هر بار مقدار انتظار کشیده تا قطرات آب خوب قطع گردد. اگر زمین به آب ناپاک تر شد و بر آن جاینماز یا دستمال را هموار ساخت که نم زمین کمی جاینماز یا دستمال را مرطوب ساخت، اما به اندازه که اگر فشرده شود از آن قطرات آب نمی ریخت، در این صورت جاینماز ناپاک نشده. اما اگر جاینماز و دستمال طوری مرطوب یا تر شده بود که اگر فشرده شود از آن قطره آب می ریخت، در این صورت جاینماز و دستمال ناپاک شده، بر آن نماز خواندن جایز نیست. همچنان از حکم لباس پاکی که در لباس ناپاک اما تر تو شده باشد. اگر به لباس پاک نمی رسیده باشد اما اثری از نجاست در آن معلوم نگردد، در این صورت لباس مذکور هنوز پاک است، در غیر آن ناپاک شده. اگر فرضاً لباس پاک و خشک را در میان لباس ناپاک اما تر گذاشت، در این صورت اگر لباس خشک را نم رسید و اثری از نجاست یا بوی آن بر آن معلوم نبود،
در این صورت حکم بر پاک بودن لباس است. و اگر طوری مرتوب شده باشد که اگر فشرده میشد قطره یا 2 قطره آب از آن میریخت یا اثری از بوی و یا از نجاست در آن معلوم میشد، در این صورت حکم بر ناپاک بودن آن است. اما در مسئله متذکره اگر لباس به شاش مثلا نجس شده باشد، در این صورت لباس خشک اگر فقط مرطوب و نم رسیده باشد هم حکم به ناپاک بودن لباس کرده می شود. یعنی بدون شستن لباس نماز به آن جایز نیست. اگر وضو کرده بود و سپس پای تر را بر زمین ناپاک گذاشت و نقش پا در زمین افتاد اما اثر خاک زمین بر پا معلوم نگردید و نه هم بر پا اثری از نجاست معلوم شد، در این صورت پای پاک است، ضرورت به شستن آن نیست. اگر کسی در لحاف یا رخت خوابی که نجس بود خواب کرد و سپس طوری عرق نمود که بدن یا لباسش به آن تر شد، در این صورت بدن و جامعه آن ناپاک نشده مادامی که اثری از نجاست را بر لباس یا بدنش نبیند. اگر به انگشت کسی نجاست رسید و آن را 3 بار طوری چوشید که اثری از نجاست بر آن معلوم نمی شد، در این صورت انگشتش پاک شد، لکن این طور کردن از لحاظ شرعی منع است. و اگر طفل شیرخوار در حالت چوشیدن سینه ها بر سینه های مادر استفراغ نمود، سپس آن را طفلک چوشید و کم از کم 2-3 بار آن را با دهنش چوشید، در این صورت سینه های مادر پاک بوده، ضرورت به شستن نیست. اگر کارد، چاقو، قیچی و غیره را نجاست رسید یا سر حیوانی که ذبح شده با خون آلوده بود در آتش انداخته شد که اثر خون یا نجاست به کلی سوخت، در این صورت کارد، چاقو یا سر حیوان پاک است. همچنان از حکم ظروف گلی یا آهنی و یا حلبی را اگر نجاست برسد و در آتش انداخته شود و نجاست آن بسوزد، ظروف متذکره پاک می‌گردد. اگر کسی در تنور شاش نمود یا با وسیله تکه ناپاک تنور را مالید یا با وسیله آب ناپاک تنور ناپاک شده بود، در این صورت هنگامی که در تنور آتش می‌گردد با این آتش اثر نجاست از بین رفته تنور پاک می‌گردد. اگر آب با خاک یک جا شد و یکی از آنها ناپاک بود، بناهن این گل ناپاک است. اگر گل ناپاک بود و از آن ظروف کلالی مثل کوزه، کاسه و غیره ساخته شد و آن را در آتش پخته نمود، در این صورت ظروف متذکره پاک گردیدند. اگر تیل ناپاک را بر سرش چرب کرد یا کدام قسمت را بر آن چرب نمود یا در روغن ناپاک انگشتش را فرو برد یا روغن و تیل ناپاک لباس پاک را آلوده نمود، در تمامی صورتهای متذکره همان قسمت را 3 بار بشوید و اگر اثر چربی بر عضو یا لباس باقی میماند برای آن اعتبار نیست. اگر از تیل ناپاک صابون ساخت، در این صورت صابون مذکور پاک است. اگر با خینه ناپاک دستش را سرخ نمود یا با رنگ ناپاک لباس را رنگ نمود یا با خینه ناپاک لباسش را آلوده ساخت، در این صورت شستن عضو یا لباس تا 3 بار طوری شسته شود که آب صاف از آن جاری گردد، گرچه رنگ باقی باشد باز هم پاک است. مواد غایطه انسان یا حیوان اگر سوختانده شود و به خاکستر تبدیل گردد، این خاکستر ناپاک نبوده، یعنی اگر بر آن نماز خوانده شود جایز است. این بود احکام نجاست قسمت دوم که خدمتتان از کتب معتبر فقه حنفی مثل در مختار، شامی، مراقی الفلاح، شرح التنویر، منیت المسلی، کبیری، ملتقی الابحار، قاضی خان، فتح القدیر، غنیه، عالمگیری و شرح منیه تقدیم گردید. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.